اه، به نام خدا مجددا سلام. ما یه چند لحظه صدا و تصویر رو قطع کردیم که همه دوستان اضافه شن و بتونیم که انشالله جلسه رو با تعداد بیشتری از دوستان شروع کنیم. خب امروز میخوایم به صورت کلی در مورد بحث دریافت فاند و اسکالرشیپ صحبت کنیم و اصلا تفاوت‌هاش، تعریف‌هاش و چطور به این موارد دسترسی داشته باشیم صحبت کنیم. به هر حال مسئله تعداد زیادی از دوستان هست و عملا میشه گفت همه بچه‌ای که میخوان برای بحث پذیرش تحصیلی اقدام کنن، به خصوص دوستانی که برای پی اچ دی و مستر تز بیس میخوان اقدام کنند، بحث فاند و اسکالرشیپ براشون مطرح میشه. به صورت کلی اوورویو بخوایم داشته باشیم، ما فاند و اسکالرشیپ رو میخوایم تعریف کنیم. در مرحله اول سورس های فاندینگ رو صحبت کنیم، سورس های اسکالرشیپ رو و نقش ارسال ایمیل رو میخوایم با هم دیگه در موردش صحبت کنیم و نوشتن و به اصطلاح نگارش یک ایمیل خیلی موثر در رابطه با دریافت این بازخوردی که ما بتونیم فاند یا اسکالرشیپ داشته باشیم. عرض به خدمت شما یه سری سایت هایی هستن که به اصطلاح پوزیشن ادورتایز میکنند و در مورد اونها میخوایم مفصل صحبت کنیم و حالا دوستانی که بنده رو میشناسن میدونن که من طرفدار پر با قرص لینکدینم و خیلی کلی، چون بخوایم وارد جزئیات لینکدین بشیم خودش یه وبینار 2-3 ساعته هستش که اگر که دوست داشتین حتما حالا آخر جلسه با هم صحبت میکنیم و تصمیم گیری کنیم که لینکدین رو بذاریم آیا یا خیر. و یک سری مسائل فاینانشال اید هست که ما میتونیم از دانشگاه درخواست بدیم و یک جمع‌بندی کنیم که در کل ما چه کاری میتونیم انجام بدیم و نتیجه مطلوبمون رو بتونیم به دست بیاریم. در رابطه با تعریف به اصطلاح فاند و اسکالرشیپ، من یه درخواستم دارم از همه دوستان که تمام سوال‌ها رو جمع کنیم، هر چند تا اسلاید با هم دیگه اسلایدها رو نگه می‌داریم، سوالا رو بپرسیم، بعد ادامه میدیم که انشالله بحث حالا اینکه حواس پرتی ایجاد بشه و دوستان هی تعداد پیام‌های زیادی رو بخوام ببینن مطرح نشه. من با اجازهتون پیام‌ها رو میبندم که به مرور این پیام‌ها رو باز کنیم و بتونیم که با هم دیگه این چت‌ها رو داشته باشیم. خب در رابطه با فاند و اسکالرشیپ میخوایم صحبت کنیم. این که خیلی وقتا مثلا میگن فلان پوزیشن فول فانده یا من موفق شدم که اسکالرشیپ دریافت کنم، اصلا فرقش چی هستش و اصلا ما در مورد چه چیزی داریم صحبت میکنیم. یک فاند طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها رو پوشش میده و به صورت کلی من بخوام خیلی عامیانه و خودمونی به شما بگم، فاند نتیجه درخواستی هستش که برای یک پروژه، برای یک پژوهش و برای یک کاری داده میشه به مؤسسات مختلف، چه دولتی، چه خصوصی، چه سازمان‌ها، چه ارگان‌ها، چه شرکت‌ها، چه اشخاص. این درخواست داده میشه و برای فعالیت‌های به خصوص پژوهشی از فاند استفاده میشه. من حالا توضیحش رو نوشتم، سعی میکنم که اصلا همون با ادبیات خودمونی صحبت کنیم و بتونیم این درکش رو ببریم بالاتر که اصلا فاند چیه و اسکالرشیپ چیه و فرقشون با هم چیه. به طور کلی یک استادی وقتی یک پروژه رو میخواد شروع کنه یا حالا حتی یک دانشجویی میخواد یک پروژه رو شروع کنه که این پروژه میتونه برای مستر باشه، برای دکترا باشه، برای پستاک باشه یا برای هر مقطع دیگری باشه، که معمولا فاند رو به دوستانی که بچلر یا کارشناسی میخوان اقدام کنن تعلق نمیده. همین دلیلی که دارم خدمتتون عرض میکنم. اقدام میکنن، پروپوزال میدن، درخواست میدن که ما یک بودجه میخوایم که یک پروژه رو انجام بدیم. حالا این پروژه در قالب یا دانشگاه یا یک ریسرچ گروپ یا یک اصلا مؤسسه است و این درخواستشون میره در فضای رقابتی و اگر پذیرفته بشه یک بودجه میگیرن. حالا شما فکر کنید ما یک سبد بزرگ داریم، بر فرض مثلا $100,000 داخلش ما بودجه داریم. از این $100,000 مثلا من و استاد تصمیم میگیرم که $10,000 هزینه
اون ابزارالاتی میشه که ما مثلا برای آزمایشگاه میخوایم تهیه کنیم. یه تعدادیش هزینه کتب و مقالاتی میشه که ما میخوایم تهیه کنیم. یک بخشش میشه هزینه نیروی انسانی و دانشجوی مستر، پی اچ دی، پستاک یا حتی ریسرچ کریری که توی این ریسرچ گروپ و توی اون پروژه قراره که فعالیت داشته باشه، اون هزینه منابع انسانی شاملش میشه. پس تا اینجای کار فاند شد اغلب برای دوستانی که میخوان پروژه ای انجام بدن، چه در مقطع ارشد، چه دکترا، چه پستاک. در رابطه با بحث اسکالرشیپ باز توضیحاتش به اختصار اینجا هست و این فایل هم در اختیارتون قرار میگیره، شما میتونید که ببینید. ولی من میخوام همون به قول معروف خودمونیش رو به شما بگم. اسکالرشیپ شما از یک سری سازمان ها، حالا باز چه دولتی چه خصوصی، چه حتی مثلا یک سری سازمان هایی که فاندرایزینگ میکنن و یک سری افراد جمع میشن، یک بودجه رو تعریف میکنن و در اختیار یک مجموعه قرار میدن و یک اتفاق رو میخوان رقم بزنن. معمولا اسکالرشیپ برای پیشبرد و ترین کردن افراد استفاده میشه. یعنی چی؟ مثلا برای اسپانیا ما 2-3 مدل اسکالرشیپ داریم، FPI داریم، FPU داریم و PIPF داریم. شما برای هر کدوم از این اسکالرشیپ ها که اقدام میکنید تعریف خاص خودش رو داره. قراره شما ترین بشید برای اینکه استاد بشید، برای اینکه شما ترین بشید تبدیل به یک ریسرچر بشید، یا اینکه شما اصلا یک کانترکت می‌بندید با دانشگاه و تقریبا مثل یک استاف میشید توی اون مجموعه، یا اینکه شما مثلا یک توانایی خاصی دارید، مثلا یک مهارت ورزشی بلدید، نمرات دانش آموزی خوبی داشتید، هر کدوم از این موارد اتفاق افتاده و توی یک فضای رقابتی شما موفق شدید اسکالرشیپ رو دریافت کنید. هر دوی این موارد، چه فاند چه اسکالرشیپ، از شما بازگشت داده درخواست نمیشه که شما این موارد رو برگردونید. تنها تفاوتش این هستش که مثلا شما یک فاندی رو وقتی دریافت می‌کنید، یک دوره‌ای داره، مثلا در یک دوره 2 ساله، در یک دوره 4 ساله، در یک دوره 6 ساله شما یک فاندی رو انجام میدید در ازای یک چیزی. ولی شما وقتی اسکالرشیپ رو دریافت می‌کنید معمولاً از شما انتظاری ندارن مگر انتظار نمرات بالا. مثلا برای ایتالیا شما سال به سال که میخواید اسکالرشیپتون رو تمدید کنید، مثلا به نمرات شما نگاه میشه. توی آمریکا اگر شما برای کارشناسیتون اسکالرشیپ گرفته باشید، سال به سال این اسکالرشیپ شما باید تمدید بشه و شما هر سال درخواست میدید. اگر که اون حالا شرایط و اون موارد رو ایجاد کرده باشید، یعنی که مثلا نمرات حد نصاب پایین‌تر نیامده باشه، همچنان واجد شرایط دریافت بورسیه باشید، به شما اون اسکالرشیپ تعلق میگیره و میتونید این هزینه رو دریافت کنید. پس یه جنبندی کلی روی این اسلاید، بحث فاند معمولا پروژه محوره و برای پروژه ها و تحقیقات و این مسائل استفاده میشه. بحث اسکالرشیپ معمولا یک بورسیه هستش که با شرایطی به شما داده میشه و لزوما برای پروژه نیست. سورس های فاندینگ مختلفی رو ما داریم که همونطور که اینجا شما میبینید، من حالا دونه دونه نمیخونم که حوصلتون سر نره، ولی یه نگاه کلی که شما بندازید میبینید که عموما سورس های فاندینگ در 2 دسته‌بندی دولتی و خصوصی تقسیم بندی میشن. توی این 2 تا دسته‌بندی که شما ببینید تقریبا اغلب این کاتگوری هایی که ما داریم برای سورس فاندینگ مربوط به مسائل خصوصی، یعنی مثلا یا افرادی جمع شدن یک بودجه تعریف کردن، یا مثلا یک سری مؤسسات این اتفاق رو رقم زدن، یا حتی یک سری کمک های اینترنشنال هستش که داره این اتفاق رو رقم میزنه، یا یک سری سرمایه گذارن. تو بحث فاندینگ سرمایه گذاری خیلی مطرحه، برای همین هم هستش که معمولا افرادی که فاند دریافت میکنن یک سرمایه گذاری پیدا شد. مثلا ما داشتیم مثلا از دوستانمون که برای آمریکا براشون اقدام کرده بودیم، موفق شدن که فاندی رو دریافت کنن که شرکت تویوتا سرمایه گذارش بود. پس یک سرمایه گذار خارجی اومده یک بودجه تعریف کرده در ازای انجام یک پروژه یک فاندی تعلق بگیره. حالا بیایم رو بحث اسکالرشیپ ها ببینیم که سورس هاشون به چه صورت هست. همونطور که شما نگاه میکنید معمولاً جنس این دسته‌بندی ها دسته‌بندی های دولتیه که این اسکالرشیپ ها درسته یک سری مؤسسات، اشخاص و افرادی هستن که اسکالرشیپ بهشون
به اصطلاح سرمایه‌گذاری میکنن و اسکالرشیپ تعلق میگیره. ولی درصد دولتی ها خیلی بیشتر هستش تو بحث سورس های اسکالرشیپ. چرا حالا ما اصلا داریم در رابطه با منابع فاندینگ و منابع اسکالرشیپ صحبت میکنیم؟ برای اینکه شما بدونید وقتی که میخواید از یک دانشگاهی، از یک شخصی درخواست کنید که بهتون یک کمک هزینه بده، بدونید که اصلا باید با کجا ارتباط بگیرید، بدونید که اصلا جنس درخواستتون باید چی باشه، بدونید تو متن ایمیلتون باید به استاد بگید که اسکالرشیپ میخواید یا فاند میخواید، بدونید اصلا باید بگید حقوق میخواید یا اصلا نمیخواید. میدونید این تعریفه چون جا نیفتاده، من فکر می‌کنم اصلا رسالت این وبینار رو بذاریم برای اینکه شما بدونید اسکالرشیپ چیه و فاند چیه. وقتی این تعریف رو شما بدونید، میدونید هر کدوم رو از کجا باید اقدام کنید. معمولا اسکالرشیپ ها وبسایت های خاص خودشون رو دارن و حالا مثلا برای بحث ایتالیا شما وقتی میخواید اسکالرشیپ استانیش رو اقدام کنید، شما وارد یک پورتال مثلا دولتی میشید و درخواست میدید، شما مدارکتون بارگذاری میکنید و بررسی میشه. شما اینا رو میدونید و حالا از اون طرف میخواید درخواست مثلا فاند بدید. خب من حالا از کجا باید فاند پیدا کنم؟ چه جوری میتونه این اتفاق بیفته؟ پس میرسیم حالا به این مرحله که من تعریف این دوتا گروه رو میدونم و حالا میخوام اقدام کنم و حالا میخوام که درخواست بدم که چطور به من این مسائل تعلق بگیره. میرسیم پس به نقش ایمیل و اینکه اصلا ما چطور میتونیم با ایمیل این ارتباط رو برقرار کنیم، این درخواست رو بدیم که افراد به ما فاند بدن یا دانشگاه ها و مؤسسات و اشخاصی به ما اسکالرشیپ بدن. نقش ایمیل از کجا پررنگ میشه؟ اینی که شما میتونید مثلا اولین درخواستتون، اولین توضیح رو در رابطه با اینکه چرا اصلا شما نیاز دارید به این بحث اسکالرشیپ و فاند رو به اون شخص یا مؤسسه یا دانشگاه بدید. میتونید شما شبکه سازی کنید و یک سری ارتباطات بسازید. من باز مثال میگم از کیس هایی که داشتیم. مثلا ما برای یک شخص مکاتبه میکردیم و یک استادی به ما گفتش که من خودم فاندی ندارم ولی دکتر فلانی رو در فلان دپارتمان میشناسم که اتفاقا داره رو پروژه شما کار میکنه، بهش ایمیل میزنم، سی سی میکنم شما رو و درخواست میدم که شما برای بحث مثلا اون پوزیشنی که دارن اقدام کنید. پس شما شبکه سازی میکنید. بعضا شما برای مثلا اسکالرشیپ ها ایمیل میزنید، داکیومنتاتون رو میفرستید و درخواست میدید که اپلیکیشنتون بررسی بشه. یک سری ممکنه که توصیه ها، یک سری مثلا ارجاعاتی شما داشته باشید که همونطور که الان مثالش رو زدم، مثلا بعضی از افراد شما رو معرفی کنن یا بعضا مثلا شما با استاد راهنمای خودتون در ایران صحبت میکنید و میگن که آره مثلا من یه شخص رو میشناسم در فلان کشور اروپایی یا آمریکایی که میدونم که توی این حوزه داره کار میکنه، بذار من باهاش صحبت کنم ببینم که آیا شرایط رو داره که به شما فاند یا اسکالرشیپ بده یا نه. پس شما موارد و مسائل مختلفی رو با بحث ایمیل میتونید داشته باشید. حالا ما اینجا اومدیم یه لیست کردیم که اصلا نقش ایمیل به چه صورت است، ولی کلیات ارسال ایمیل از اینجا میاد. اصلا چرا پس ایمیل مهم شد؟ شما نیاز داریم که ارتباط بگیریم. چرا نیاز داریم ارتباط بگیریم؟ برای اینکه منابع فاندینگ و منابع اسکالرشیپ رو بتونیم به خوبی پیدا کنیم. حتی شما میتونید به دانشگاه ایمیل بزنید بگید که من شرایطی دارم که درخواست میخوام بدم برای اسکالرشیپ، برای شما ایمیل میفرسته، میگه که مثلا این لینک رو شما واردش بشید، از این قسمت شما واجد شرایط یک سری از این موارد هستید که برای اسکالرشیپ اقدام کنید. حالا ما اگر بخوایم که یک ایمیل مؤثر رو داشته باشیم و به اصطلاح بتونیم متقاعد کنیم که ما واجد شرایط هستیم یا انقدر پروفشنال هستیم که افرادی بیان به ما حقوق پرداخت کنن در ازای که ما یک پروژه انجام بدیم یا توی یه مقطعی تحصیل داشته باشیم. اولین و مهمترین چیزی که مهمه در ایمیل شما، خواهش میکنم اگر که کاغذ قلم به اصطلاح دم دستتون هست حتما بنویسید. بحث ایمیل فوق العاده مهمه تو بحث ارتباط گرفتن با اساتید، دریافت فاند و اسکالرشیپ. اگر که موافق باشین من یه لحظه چت رو باز کنم که تا یه سری دوستان حالا یه وسیله برای نگارش بیارن. دوستانی اگر تا اینجای کار سوال دارن من در خدمتشون باشم تا بقیه دوستان آمادهش بشن.
خب من تا اینجای کار در خدمتتون هستم، اگر سوالی هست. صدای بنده رو که دارید درسته؟ ممنون میشم یه فیدبکی بهم بدید. بسیار عالی. پس احتمالا سوالی نیستش. خیر، لزوما نیازی به مقاله نیست اتفاقا. نمیدونم چرا این خیلی جا افتاده در ایران که برای دریافت پوزیشن پی اچ دی شما حتما باید مقاله داشته باشید. ببینید ما دو تا بحث داریم، یکی ریکوایرمنت الزامات، یکی هم این که خب من به قول معروف چی تو رزومم دارم که توی فضای رقابت بتونم ببرم این حالا به اصطلاح اپلیکیشن رو، این پروگرام رو، این پوزیشن رو. توی اون بحث ریکوایرمنت شما مهمه که به اصطلاح ریکوایرمنت رو میت کنید، یعنی حداقل معدل رو داشته باشید، حداقل زبان رو داشته باشید تا حالا وارد فضای رقابتی بشید. وارد فضای رقابتی که شدین دیگه چقدر زبانتون بالا هست اهمیت پیدا میکنه، چقدر شما مثلا جی آر ای ارائه دادید اهمیت پیدا میکنه، تعداد مقالاتتون، تعداد کورس هایی که شما گذروندید، سرتیفیکیت هاتون، دیگه اینجا همه چیز میاد وسط و مثلا معدلتون 18 و نیمه. وارد این رقابت شدین، یعنی الان به اصطلاح کوالیفاید هستید که بیاید توی فضای رقابت. حالا توی این فضای رقابت شما از نظر معدل مزیت دارید نسبت به کسی که معدل 16 بوده. شما پس مقاله داشتن رو در نظر بگیرید برای قوی کردن رزومتون، ولی الزام نیست. خیلی از دوستان بودن که تونستن فاند و اسکالرشیپ های فوق العاده خوبی بگیرن ولی یک دونه مقاله حتی کنفرانسیش هم نداشتن. نمونه خیلی زیاد داریم، الان من میخوام براتون بشمارم. یه نمونه خیلی خیلی جالبش که برای خودم خیلی یه اتفاق بزرگه و موفقیت خیلی خوب بود، مثلا برای دکترای ایرلند یکی از دوستان رو موفق شدیم براشون یک پوزیشنی بگیریم که فاند ماریکوری داشت و به اصطلاح میشه گفت بالاترین درصد اون حقوقی هستش که به دانشجو پی اچ دی میدن و حدود 4000 خورده یورو هستش و یک دونه مقاله هم نداشت. اگر هر دوی فاند یا اسکالرشیپ رو داشته باشیم نیاز به کار کردن هست. ببینید این کلا دو تا بحث داره. یک، شما فول فاند یا فول اسکالرشیپ باشید. دو، شما فاندتون در برابر هزینه‌های دانشگاه و زندگی چه قدرتی داشته باشه. در حالت اول که تکلیف مشخصه، شما اگر پارشال فاند باشید بله قطعا نیاز به ساپورت مالی دارید. در حالت دوم شما وقتی که برفرض برای آمریکا اقدام میکنید، وقتی که نام ادمیشنتون اومد و میخواید برید سفارت، دانشگاه به شما یک فرم آی 20 میده. در این فرم آی 20 نوشته شما هزینه دانشگاهتون این عدده، این مقدار هزینه زندگیتونه، این مقدار هزینه بیمتونه و اگر دیپندنتی هم داشته باشید براتون برآورد هزینه میکنه. این میشه یک ستون. یه ستون دیگه برای شما دریافتی هاتون رو از دانشگاه می‌نویسه. مثلا شما تونستید که تی ای بگیرید، این یه هزینه ای داره. تونستید آر ای بگیرید، یه هزینه ای داره. یعنی به شما مبلغ رو واریز میکنن. ما به تفاوت دریافتی و هزینه هاتون میشه اون تمکنی که شما باید ارائه بدید. اگر این دوتا همدیگر رو کاور کنه، یعنی فاند یا اسکالرشیپ شما هزینه های شما رو کاور کنه، شما نیاز به بحث ساپورت مالی ندارید. ولی اگر یه مقداری این بالانس رعایت نشه و فاند یا اسکالرشیپتون نتونه که بحث هزینه‌هات رو کاور کنه، حتما هم باید تمکن نشون بدید، هم باید که برای ساپورت مالیتون یه فکر اساسی داشته باشید.
گپ تحصیلی تا 3 سال، نه بالای 3 سال. شما باید توجیه کنید که چرا گپ داشتید. شما که دوتا مقاله آیس آی داشتید در این 7 سال و حالا میشه گفتش که قطعا از نظر آکادمیک رزومه خوبی دارید که دوتا مقاله آیس آی، حالا بستگی به ایمپکت فاکتور و به اصطلاح اون Q1 یا Q2 هم داره، ولی خب ایمپکت فاکتور خیلی مهمتر. اگر آیفتون هم نسبتا خوب باشه، شما شانس پذیرش دکتراتون خیلی بالاست. اصلا دست کم نگیرید. اون 7 سال رو میشه توجیه کرد، میشه از استادی خواست که به شما توصیه نامه دستیار پژوهشی یا همون ریسرچ اسیستنت بده، یا مثلا شما توجیه کنید که یک ریسرچ کریر بودید در یک لب یا یک دانشگاهی. اون رو میشه توجیه کرد، ولی اینکه دوتا مقاله دارید خیلی موثره و میتونه اون 7 سال رو برای شما پوشش بده. خب من با اجازه شروع کنم مجدد در رابطه با نوشتن متن ایمیل. خب اول از همه شما باید خیلی شفاف بگید که برای چی دارید ایمیل میزنید. من یک پروسپکتیو پی اچ دی کندیدیتم، اینترستدم که توی لب شما جوین بشم. این به اصطلاح تایتل ایمیل شما کاملا باید شفاف باشه. چرا؟ چون اومدید جلوتر، یعنی حالا اون استاد ترغیب شده بیاد وارد ایمیل بشه که خب ببینه این کیه که اصلا میخواد بیاد برای پی اچ دی اقدام کنه، یا مثلا کیه که میخواد برای مستر اقدام کنه، و یا مثلا چه کسی میخواد برای مثلا پی اچ دی دایرکت اقدام کنه، یا حالا هر پوزیشن دیگری، پست داک، ریسرچ کریر، هر چیز دیگری که شما میخواید اقدام کنید. این میشه اولین و مهمترین چیزی که شما بهش نیاز دارید. مورد بعدی، شما باید به اصطلاح یک سلام احوالپرسی درست داشته باشید. بعضا مثلا خیلی از دوستان ایرانی یه دفعه‌ای مثلا چرا فضای خودمونی میگیرن، مثلا میگن مثلا دیر مایکل، خب مثلا او طرف استاد دانشگاه، پروفسور، مثلا 28 ساله در دانشگاه مثلا یوتا داره درس میده. دیر داکتری، نمیدونم مثلا یک پیشبندی که خطاب قرار بدین، بعد توی مثلا جمله پایینیش یه مثلا احوالپرسی که مثلا در این حد که مثلا I hope this email finds you well. در این حد هم باز کفایت میکنه، نه اینکه مثلا به اصطلاح خودمون ایرانی یه چاق سلامتی داشته باشید و بخواید خیلی مفصل حالا احوال کنید و چه حال چه خبر. نه، در همین حدی که با احترام ایمیلتون شروع بشه. بهترین حالت اینه دیر دکتر فلانی که ترجیحاً با فامیلی شما خطاب قرار بدید، نه اسم کوچیک. دیر پروفسور فلانی. اگر اسمشون رو نمیدونید میخواید درخواست مثلا اسکالرشیپ بدید، اصطلاحا مثلا to whom it may concern، همون مثلا خطاب به شخص مربوطه، یه همچین چیزی میشه. حتما بنویسید و یک اینترودکشن داشته باشه ایمیلتون. بعد از اون شما حالا خودتون رو میاد معرفی میکنید. خب من یک عنوانی انتخاب کردم، سلام احوالپرسی کردم. حالا خب اصلا من کی هستم که به شما پیام دادم؟ please introduce myself as مثلا اماد شریفی الی آخر دیگه. حالا شما شروع میکنید داستانتون رو تعریف میکنید. من یک مستر هولدر هستم در این دیگری، در این مثلا ریسرچ اینترست، در از این دانشگاه با این جی پی ای و با این مشخص است. شما خودتون رو تعریف میکنید. بعد که خودتون رو تعریف کردید به صورت دقیق میگید که هدفتون از ارسال ایمیل چی بوده. این به صورت دقیق، نه اینکه من صرفا میخوام بیام تو آزمایشگاه شما، حالا مستر بود، مستر پی اچ دی بود، هر چی شما بگید، پستاک هم داشتید اونم اوکی، میام هر چی که شما بگید من اوکی ام. نه، به صورت دقیق. استادی که ببینه شما به صورت دقیق داری هدف گذاری میکنی و میدونی برای چی ایمیل داری میزنی، اون استاد ترغیب میشه که با شما ادامه بده مخاطبش رو و شما رو دعوت کنه به اینترویو. پس شما به صورت دقیق میگید که برای چی شما دارید ایمیل میزنید و مکاتبه میکنید. بعد از اون شما میایید یک سری از مدارک، یک سری از مسائلی که
برای خودتون بولد هست. مثلا من آیلتس 7 دارم، تافل مثلا 100 دارم، این مقالات رو دارم، این جی آر ای رو دارم، توی این آزمایشگاه ها کار کردم، این اسکیل ها رو دارم. این مسائل رو به صورت خلاصه شما میگید و هایلایتش میکنید، کاملا هم تیتروار، نه اینکه مثلا بگید خب من این مقاله رو دارم، توی حین این مقاله ما این تحقیقات رو انجام دادیم، این پروژه ها رو داشتیم، این کارا رو کردیم و به این نتایج رسیدیم. نه، شما مثلا به صورت خلاصه میگید که من در طول مسیر تزیزم که با عنوان فلان بود و منتج به این مقاله شد، این مسائل رو یاد گرفتم و سابقه تدریسیاری این کورس ها رو داشتم. علاوه بر این در آزمایشگاه فلان هم ریسرچ اسیستنت بودم. شما به صورت خلاصه آنچه که در دوره ارشدتون و دوره مسترتون داشتید، در دوره تز ارشدتون داشتید رو بیان کردید. عرض به خدمت شما کاملا متنتون مؤدبانه باشه. اصلا ما از هیچ کسی طلب نداریم، این حق رو داریم که درخواست بدیم، ولی این حق رو نداریم که به زور به یکی بگیم که آره من خیلی خوبم و تو باید منو بگیری، فاندت کو، اصلا اسکالرشیپت کو. تو رو خدا تو رو خدا تو رو خدا خواهش میکنم ازتون تو متن ایمیل اولیتون به هیچ عنوان و اگر دارید به استاد ایمیل میزنید، اگر برای اسکالرشیپ دارید اقدام میکنید اون الان بهتون میگم، ولی اگر برای استادی دارید اقدام میکنید ازتون صمیمانه، برادرانه، دوستانه، ملتمسانه خواهش میکنم تو ایمیل اولتون اصلا نگید که اسکالرشیپ یا فاند دارید یا نه. فقط از اینترستاتون بگید، بذارید استاد جوابتون رو بده. اگر دعوتتون کرد تو مصاحبه، باز هم تو مصاحبه شما این حرف رو پیش نکشید. من گارانتی میکنم که استادها همشون، چه در اروپا باشه، چه در انگلیس باشه، چه در آمریکا باشه، چه در استرالیا باشه، در همه جای دنیا استادها این درک رو دارن که شما دانشجوی پی اچ دی هستی و هزینه‌هات بالاست. 4 سال هزینه زندگی داری، دانشگاه داری، رفت و آمد داری، خورد و خوراک داری، همه چی هست. این درک رو کاملا دارن و به خاطر این درکی که دارن حتما این مسئله رو پیش میکشن و ازتون میپرسن، میگم ببین فاندی داری، اسکالرشیپی داری، مثلا نشنال اسکالرشیپی از کشور خودت داری میای، سلف فاند داری میای، خب تمکنت کو، خانواده داره کاور میکنه، چیه داستان چیه، تا براشون شفاف نشه وضعیت فاندینگ شما یا اسکالرشیپ شما، اصلا یک قدم برای شما جلو نمیرن. من این رو تضمین میکنم. اصلا هرس اینو نزنید که توی ایمیل اول حتما اینو من مطرح کنم که آره مثلا به استاد بگم نگرانم اگه فان نده چی. مطرح میکنه، فان نداشته باشه شما متوجه میشید، فان نداشته باشه شما متوجه میشید. یه نکته توی پرانتز، بعضا دانشگاه‌های آمریکا بعضی از دانشگاه‌هاشون استاد محور نیستن، کمیته محورن. یعنی مثلا دانشگاه ویرجینیا تک میاد میگه که من اپلیکیشن ها رو بررسی میکنم و به دانشجوی پی اچ دی، این دانشگاه ویرجینیا تک هم بودم خدمتتون عرض میکنم، نه همه دپارتمان ها، بعضی از دپارتمان میام اپلیکیشن ها رو بررسی میکنم، اونایی که کوالیفاید هستن و میخوام که بپذیرم انتخاب میکنم و اگر پذیرفته شدن دانشجوی پی اچ دی من در این رشته انقدر فاندشه، به وضوح و شفافیت هم در وبسایتشون مینویسن، اصلا شما رو در حالی از ابهام نمیذارن. اگر ولی شما برای اسکالرشیپ میخواید اقدام کنید یا مثلا به دانشگاه یا مؤسسه سازمانی میخواید که عرض به خدمت شما ایمیلی بزنید، اونجا مشکلی نداره، بگید که من دنبال یک فاینانشیال اید یا مثلا یک اسکالرشیپ هستم، اونجا عنوان کنید. ولی اصلا به استادا به هیچ عنوان در ایمیل اولتون، فکر کنم بالای 7 بار من اینو تاکید کردم، به هیچ عنوان در ایمیل اولتون نگید که من فاند میخوام یا مثلا اسکالرشیپ داری من بیام یا نه. اگر استاد در مصاحبه همین رو مطرح نکرد، شما در ایمیل دوم یا سومتون این مسئله رو مطرح کنید، اونم با شرایط و ضوابط و با ادبیات خاص خودش، چون استادا دوست دارن که علاقه‌مندی شما رو ببینن. ببینید مثلا یک دانشجوی پی اچ دی مستر تز بیس یا حتی پی اچ دی دایرکت، کسی که از کارشناسی میخواد مستقیما برای پی اچ دی اپلای کنه یا پست یا ریسرچ کریر، شوق و اشتیاقش به انجام ریسرچی که جذابه برای استاد. ببینه شما به اندازه کافی مشتاق هستید،
مطمئن باشید خودش هم کمک میکنه، حتی اگر فاند نداشته باشه براتون فاند یا اسکالرشیپ بگیره. حتما یه سری داکیومنت ها رو با دقت براشون ارسال کنید. از این داکیومنت ها اگر دوستان معماری در این جمع هستند، پورتفولیو و سی وی. اگر دوستانی غیر از معماری و کلا رشته‌های هنری در این جمع هستند، فقط و فقط سی ویشون رو ارسال کنن. یه سری وقتا مثلا به شما میگن که آره پروپوزالت هم بفرست، ریزنمراتت هم بفرست، هم فلان چیز هم بفرست. خوبه شما بفرستین، اوکیه، ولی براتون گینی نداره. بذارید استاد به شما بگه. اگر بخواد خودش به شما میگه. اولین و مهمترین ویترین شما سی وی شماست. سی وی و متن ایمیل متقاعد کنید که شما آدم پروفشنالی هستید. خود استاد هر مدرک دیگه از شما بخواد رو از شما درخواست میکنه. بسا اینکه ریزنمرات بخواد، دانشنامه بخواد، مثلا ارزم به خدمتتون مثلا گواهی عدم منع تحصیل بخواد، هر چیز دیگری بخواد، ریکامندیشن لتر بخواد، هر چی بخواد به شما میگه. یه موضوع دیگه هم وسط پیش میاد توی پرانتز. شما بعضا برای یک سری پوزیشن ها اپلای میکنید. مثلا برای پوزیشن پی اچ دی در هلند شما اپلای میکنید. اونجا باز به وضوح نوشته مثلا how to apply 1 2 3 4. این 4 تا مدرک رو ازت میخوام، از این طریق اپلای کن. یا مثلا برای توی لینکدین یه پوزیشنی هست میگه یا ایمیل کن یا میگه اپلای کن، یا مثلا میگه که برو توی خود وبسایت دانشگاه توی مثلا وکنسیز اونجا برو پیدا کن و اپلایش کن. کاملا شما رو هدایت میکنم با اون سمتی که شما باید برید و اپلیکیشنتون رو پر کنید و براش اپلای کنید. یه سری متن ایمیل آوردم براتون که شما ببینید متن ایمیل خوبی که به استاد میتونید بزنید چه مدلی هستش. ببینید Dear Professor فلانی، I am مثلا عماد شریفی, a graduate with a master's degree in مثلا biomedical engineering. بعد مثلا شما اگر مثلا من مهندسی پزشکی خوندم بایومکانیک, specializing in biomechanics from the مثلا prestigious University of مثلا تهران و مثلا امریکا University of Technology. میتونید به رنگ دانشگاه اشاره کنید. بعد در ادامه که ببینید در طول مثلا مسیر ریسرچ هم, در طول ارشدم مثلا عنوان تزم این بوده, ورک اکسپریانس هم این بوده, مقاله اگر داشتید اشاره کنید, مثلا موفقیتی اگر داشتید مثلا I have achieved impressive scores of مثلا نمره تافل جی آر ای الی آخر. این میشه پاراگراف اولتون. شما خودتون رو معرفی کردید. یک فلش بک به عقب بزنم. شما پس یک عنوان رو انتخاب کردید, یک سلام احوال پرسی کردید, یعنی گفتید که دیر دکتر فلانی, پیشنهاد من هستش که حتما اولش مثلا I hope this email finds you well, یا مثلا I hope everything going well with you, یا مثلا این همچین مواردی رو اضافه کنید که یک اینترودکشن خوبی داشته باشید. بعد خودتون رو معرفی میکنید. حالا میریم سراغ این که شما بیان کنید هدفتون رو. من دیگه فارسی شدهش رو میگم. در حین مثلا مرور بک‌گراند شما, من مثلا متوجه شدم که ریسرچ اینترست شما الاین با مثلا ریسرچ اینترست من. مشتاقانه مثلا میخوام که پی اچ دی رو تحت سوپروایزری و هدایت شما پیش ببرم. سی وی خودم رو بهش اتش میکنم, مثلا لطفا اون رو بررسی کنید. حتما متن ایمیلتون یک ابتدا یک انتها داشته باشه. Dear Dr. Fulani, sincerely yours, best regards, my warmest regards, و اسم خودتون که به اصطلاح مثلا ساینینگ شما میشه. این پس شد بادی کلی متن ایمیل شما. یه مرور دیگه, عنوان, شروع ایمیل, معرفی خودتون, گفتن هدفتون به صورت دقیق, پایان بندی برای ایمیلتون, اتچ کردن فایل و اسم فامیل خودتون. بریم یه متن ایمیل دیگر رو هم ببینیم. Dear Professor فلانی, I hope this email finds you well. My name is فلانی and I'm مثلا master degree, یا مثلا I am مثلا biomedical engineer student seeking to pursue my PhD studies under your esteemed supervision. میتونید حالا اگر که به صورت خاص میخواید برای یک اینتک خاصی اقدام کنید, بگید مثلا برای وینتر یا اسپرینگ, یا مثلا 2025 یا بعدها مثلا لیدرش.
در طول مثلا بحث حالا مثلا ریسرچ بک‌گراند توضیحاتی داده شده در طول این ایمیل که مثلا شما گفتید که مثلا من هنزان هستم در ریسرچ مثلا و یه سری سوابق تخصصی دارم در مثلا ریسرچ اینترستتون، مثلا تیشو انجینیرینگ، 3D پرینتینگ، ادیتیو مانیفکتچرینگ، هر چیزی که ریسرچ اینترستتون هست و این ریسرچ اینترست ها و بک‌گراند من کاملا الاین با ریسرچ اینترست شما. ببینید این فلو رو شما دارید، من فلانی ام، این مدرک رو دارم، این کار رو کردم، الاین با کارهای شما و علاقه‌مندم که شما سی وی بررسی کنید و مثلا با هم دیگه یک میتینگی داشته باشیم. I appreciate your time. مثلا این دیگه خیلی مؤدبانه است. I appreciate your time and consideration and eagerly look forward to hearing from you. حتما پایان بندی داشته باشید و best regards و اسم شما. یه متن ایمیل دیگه برای پیج دایرکت رو با هم دیگه ببینیم. باز شروعش Dear Professor فلانی I hope this email finds you well, finds you in good spirits. I'm فلانی and I have just finished my undergraduate studies in some biomedical engineer from one of the most prominent institutions in Iran. یه سری مسائل رو گفته، مقالاتی که داشته، نمره آیلتسش رو گفته و اومده در پاراگراف سوم که شما ببینید given my enthusiasm in your work and following your research I الی آخر pursuing my graduate studies. حالا اینجا دیگه عنوان کرده که میخوام به عنوان پی اچ دی یا مثلا حتی اگر مثلا مستر تز بیس باشه یا حالا هر موقعیت دیگری باشه من میخوام که در مجموعه شما فعالیت داشته باشم. باز پایان بندی داره Thank you so much for time and consideration I eagerly look forward to hearing from you soon. Best regards فلانی. ببین همه ایمیل ها یک اصول و یک قاعده یکسان دارن. شما میتونید در متن ایمیلتون اگر فرصتش رو دارید اشاره کنید به مقالاتشون. مثلا جایی که میخواید بگید ریسرچ اینترست من الاین هستش با ریسرچ اینترست استاد، میگید که آره من رفتم مقاله ایکس شما رو خوندم که به طور خاص در زمینه ایگرگ داره کار میکنه، پس به این خاطر که شما تو این حوزه داری کار میکنی و ریسرچ اینترست ما با هم دیگه الاین هست، من علاقه‌مندم که تحت سوپروایزری شما اقدام کنم. و در همه این ایمیل ها اشاره کنید که شما سی ویتون رو اتچ کردید یا حالا سی وی پورتفولیوتون رو اتچ کردید یا حتی اصلا مدارک دیگری رو اگر دوست داشتید که اتچ کنید، میگید که من یک سری داکیومنتیشن براتون اتچ کردم و لطفاً که اونا رو بررسی کنید و به بنده مثلا یک ریپلای داشته باشید. این شد کلا متن کلی ایمیل ها. بذارید تا قبل از اینکه وارد فضای وبسایت هایی که پوزیشن ادورتایز میکنم بشیم یه گپ و گفت با هم داشته باشیم و یه سری سوال رو با هم پیش بریم. ببینم اگر بتونم این رو برای شما هم این فضای چت بزرگتر شد، خیالم راحت باشه که الان قراره تعداد بیشتری. اوکی خب من منتظر سوالتون هست. اگر هم لازم دونستید حالا یه گروهی هم با شما شیر شده، لینکش این بالا هست، توی اون گروه هم میتونید بپرسید بعدها و با هم دیگه صحبت داشته باشیم، ولی میخوام که خیلی متکلم وعده نباشم و حتما پرسش و پاسخی باشه از طرف شما. فکر کنم همه این مسائل رو میدونستید، درسته؟ هیچ کسی سوال نداره. از چه زمانی شما باید شروع کنید مکاتباتتون رو؟ گلدن تایم مکاتبات از حدود 20 سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر و دیگه حالا الی آخر. اینطوری شما در نظر بگیرید نزدیکترین ددلاین آمریکا 1 دسامبر و شما حدوداً 2 ماه زمان دارید از این لحظه. 2 ماه شما زمان دارید برای انجام مکاتبات. گلدن تایمش از 20 سپتامبر تا اواخر اکتبر که شما بتونید سوپروایزر پیدا کنید. برای رشته‌های گرافیک دیزاین هم دقیقاً به همین صورتی خدمتتون دارم عرض می‌کنم. یعنی فقط عرض کردم دوستانی که رشته‌های هنری هستن، حالا چه معماری چه گرافیک دیزاین چه حالا هر رشته دیگه‌ای که
یک پورتفولیوی قدرتمند شما میتونید ارائه بدید. شما علاوه بر سیویتون حتما پورتفولیوتون رو ارائه بدید. پورتفولیوی شماست که استاد رو خیلی به وجد میاره و باعث میشه که شما رو دعوت به مصاحبه کنید. اوکی، اگر که سوالی نیست بریم سراغ ادامه ماجرا. بله، حتما لینکدین برای رشته‌های مثل کامپیوتر از نونش هم واجب تره، شک نکنید. مخصوصا برای بچه کامپیوتر اصلا اگر تا امروز نداشتید حتما بله داخل سی وی تون ارائه بدید. شما داخل سی وی تون میتونید یه سری لینک بذارید. شما ببینید برای رشته‌های مهندسی، علوم انسانی یعنی مدیریت یا به خصوص اچ آر ها، برای دیزاینرها یا مثلا معمارها، برای گرافیک دیزاینرها، برای مثلا یو آی یو ایکس کارها، هر چیزی که شما فکرشو بکنید، حتی برای پزشکا، برای علوم پایه‌ها، اینی که من گفتم برای مهندسی کامپیوتر، چون مهندسی کامپیوتر بیشترین نیاز رو به این قضیه داره، ولی من میتونم بگم که تقریبا 80% پوزیشن‌های خیلی خوب و فوق‌العاده رو که پیدا کردم توی لینکدین بوده. اصلا شک نکنید لینکدین بهترین پلتفرم تخصصی این کلا مسائل ارتباطات اینچنینی هستش. اصلا از لینکدین غافل نشید و خوب یادش بگیرید. لینکدین خیلی مهمه. حالا الان نه فیلتر نیست، مجدد بسازید. خب اگر که اکانتتون هنوز موجوده بهشون ایمیل بزنید، پاسپورتتون رو اتچ کنید براشون و اکانتتون برگرده. ساپورت داره لینکدین. چشم حتما. حالا آخرش با هم دیگه قطعا راجع به لینکدین صحبت میگه. یه اسلاید کلا لینکدینه و فکر میکنم که حدوداً 4 ساله که مثلا سالی 4-5 تا وبینار لینکدین داریم. حالا مثلا یا با دانشگاه‌های مختلف، با امیرکبیر که فکر کنم 3 بار ما لینکدین رو داشتیم. اخیراً 1 ماه پیش بود لینکدین داشتیم. دانشگاه شاهرود بود، دانشگاه شیراز بود اگه اشتباه نکنم داشتیم، و خودمون هم به صورت تخصصی که همیشه داشتیم و هست. حتما خدمتتون عرض میکنم در رابطه با سایتایی که ادورتایز میکنن پوزیشن ها رو. برای پستاک که خیلی پیشنهاد میکنم اول از همه شما مکاتبه کنید. پستاک رو خیلی بهتون پیشنهاد، خیلی میشه گفتش که مثلا تخصصی تره. به یکی که میخواد پستاک اقدام کنه خیلی تخصصی تره که اول ایمیل بزنه. حتی اگر شما خواستید برای پوزیشنی اپلای کنید، پوزیشن رو خواستین اپلای کنید، به استادش یک ایمیل بزنید، بگید که من فلانی ام با همین اشلی که به شما گفتم و علاقه‌مندم که میخوام اپلای کنم برای پوزیشنی که دارید و خواستم شما در جریان قرار بدم. پورتفولیو زیاد ببینید، پورتفولیو خیلی ببینید. پورتفولیو حالا سعی کنم یکی دو مورد بزنم تو گروه، ولی پورتفولیو زیاد ببینید. مثل رایتینگ نوشتنه. شما رایتینگ رو چجوری میفهمید که خیلی خوب نوشتید؟ وقتی رایتینگ خوب زیاد بخونید، مثلا بند اسکور مثلا 7 و 8 زیاد بخونید، بدونید که چه رایتینگی توی این اسکیل 7 و 8. پورتفولیو خوبم ببینید، زیاد ببینید، متوجهش میشید. دکترای کانادا فاند، بذارید من اینجا بنویسم. فاندش هم معمولا از طریق NSERC. بذارید من دقیقاً بهتون بگم که یک سازمان دولتیه که معمولا فاندها رو تخصیص میده. استادا پروپوزال میدن برای پروژه هاشون و بررسی میشه. ببین تو ایران هم داریم این داستان رو که گرانت میدن، منتها خیلی بهش پرداخته نمیشه. آیار NSF اگر اشتباه نکنم یه همچین اسمی داره، آیار NFS یه همچین چیزی. حالا دوستانی که اگر دقیقشون میدونن من
اسخای میکنم INSF INSF هستش. من آره این رو ایران هم داره، ولی خب خیلی دوستان بهش توجه نمیکنن که براش پروپوزال بفرستن. شما برآورد هزینه میکنید